استقبال گرم نزدیکان از آزادی محبوسان عفو شده نشان می‌دهد. اینجا درآمدگاه زندان زنانه در شهر نارک است. تلویزیون دولتی تاجیکستان از رهایی نزدیک به 300 زن از این مؤسسه اصلاحی خبر داد. نامی رخشانه حکیمова خبرنگار و مادر دو طفل و الفت خان محمدشایوا خبرنگار و فعال زندانی که 69 سال دارد در میان آزاد شدگان نیستند. سازمان‌های حامی حقوق 8 سال زندانی شدن رخشانه و 21 سال زندانی شدن الفت خانم را ناعادلانه خوانده بارها آزادی آنها را طلب کرده بودند. از حکم هر دوی آنها تنها 3 سالی کم شده است. در این میان مهرینیسا محکموف 75 ساله خویشاوند قهار محکموف پرزیدنت سابق تاجیکستان که با گمان همکاری با مخالفین 5 سال زندانی شده بود از زندان رها شده است. به نهایت خرسندم، تشکر میگیم. مقامات گفتند مهلت جزایی بیش از 200 زن دیگر که در محبس ماندند تا 3 سالی کم شد. این کار بر اساس قانون نوی عفو امکان پذیر گشت که بیش از 18,000 محکوم شده یا آنهایی را که پروندهشان در حال بررسی است در بر میگیرد. مقامات روز 6 ایول در عموم از رهایی نزدیک به 3,000 نفر از زندانهای نارک و وحدت و یاوان و دوستی خبر دادند. برای ما امکان از نو آغاز کردن زندگی، اصلاح خطاگی‌های گذشته. تلویزیون دولتی معرکه عفو را با توصیف از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بازتاب داد. بعضی از زندانیان رها شده نیز تنها به او سپاس گفتند که قانون عفو را قبول کرد و آنها آزاد شدند. سازمان‌های حامی حقوق و مخالفان حکومت میگویند زندان‌های تاجیکستان پر از فعالان و روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی هستند که تاکنون هیچ کدامی از آنها آزاد نشدند.